گشتزنی هواپیمای بی‌سرنشین در اسمان غور. سلام، وقت بخیر. منابع محلی در غور به آماج میگویند که از ساعت 1 بعد از ظهر روز سه شنبه 19 سرطان به این طرف یک فروند هواپیمای بی‌سرنشین در شهر فیروزکوه و شماری از ولسوالی های این ولایت گشتزنی دارد. به گفته منابع این هواپیمای بی‌سرنشین بر فراز ولسوالی های مرغاب، چهارسده، الفاروق، دولتیار نیز گشتزنی کرده است. منابع محلی گروه طالبان در غور تایید کرده اند که یک هواپیمای بی‌سرنشین از چاشت روز سه شنبه تا حال در این ولایت گشتزنی دارد، اما در مورد جزئیات نداده اند. تا اکنون روشن نیست که این هواپیما مربوط به کدام کشور است و به چه دلیل بر فراز ولایت غور گشتزنی کرده است.